از من 29 ساله به تو هیچ بدنی یه شبه ساخته نمیشه. امروز میخوام بهت 10 تا قانون فیتنس که هیچ مربی بهت نمیگه رو بگم. شماره 1، فقط تمرین شکمتو تخت نمیکنه. شماره 2، خواب خوب از مکمل مهمتره. شماره 3، بدن خوشفون با رژیم سخت نمیاد، با ثبات میاد. شماره 4، وزنه سبک با فرم درست بهتر از وزنه سنگین غلطه. شماره 5، اگه آب کافی نخوری عضله سازی نصف میشه. شماره 6، هوازی دشمن عضله نیست اگه درست بزنی. شماره 7، دوره حجم یعنی تمیز بخوری، نه هرچی دم دستت بود. شماره 8، هر روز تمرین کردن رشدتو نابود میکنه. شماره 9، ژن خوب فقط 10% ماجراست، 90% انتخابای روزانته. شماره 10، هیچ مکملی معجزه نمیکنه. پادشاه یعنی تمرین و تغذیه درست.